ما با یک قوم شدیداً مشکل داریم که او عبارت از افغان است که او را میگن پشتون بعضی اوقات. ما که در قوم پشتون مشکل نداریم. ما داریم شدیداً، ما تاجیک هستیم، ما داریم. شما که ندارین گپ خودتان. آقای فارسی اصلا نیوز افغان گفتن آقا یک نظر. فارسی نیوز یک نظر. امیر افغان بیا گفتن کمی توهین است. تصحیح بکو. ما با پامی طالب مشکل داریم. نه من ندارم با پامی طالب مشکل. ما کسی مشکل دارم که جد شمان الله خان است و این کشور سنگ تهدا بشه بر اساس قوم پرستی گذاشته. ایران ما یک لحظه گپای چه از خودت بپرسن فارسی نیوز. یک لحظه. یعنی پیش از طالب ما که افغان مشکل نداشتیم. از گرسنگی. آقای فروتن، ما پیش از طالب که بیاید طالب خونه آمده. ما که دی وقتی که ایران قتل عام میکردن مردم ما را، حبیب الله کلکانی را به شهادت رساندن، تیرباران کردن، وقتم طالب بود. یک سوال میکنم از گپای بی سوادانه نباید بگوییم. نه ما که در قوم پشتون مشکل نداریم. ما داریم شدیداً، ما تاجیک هستیم، ما داریم. شما که ندارین.